باورت نمیشه اگه بهت بگم اینا ماست هستن. با یه فوت کوزه‌گری ماست نه تنها آب نمیندازه، اینجوری هم غلیظ و خامه‌ای میشه. 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو با 2 ملعقه شیر مخلوط کنید. به 2 کیلو شیر اضافه و 1 دست کنید. شیر رو داخل قابلمه بریزین و روی حرارت بذارین تا به جوش بیاد. با ملعقه هم بزنین. وقتی جوشید حرارت رو کم کنید. تست کنید اگر دمای شیر رو به داغی بود که تونستید تحمل کنید، مناسبه برای مایه زدن. 3 قاشق غذاخوری ماست رو با مقداری شیر هم بزنید تا همدما بشن و به بقیه شیر اضافه کنید. داخل لیوان بریزین. لیوان ها رو داخل قابلمه بچینین و تا نصف لیوان آب جوش بریزین. در قابلمه رو با دمکنی ببندید. 3 ساعت زمان بدید و بعد به یخچال منتقل کنید. بهترین ماستی میشه که تا حالا درست کردین. ببینید چقدر سفت و غلیظه. نوش جان.